بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اینک ما امروز درسی نوی را از فن صرف آغاز میکنیم به نام بناء الافعال، یعنی ساخت فعلها، شکل و صورت فعلها. شرط نیست یعنی ما با مؤلف این کتاب شناس شویم، زیرا اینکه صوفیان اینها صوفی های خیلی هم بد، ولی کتاب انشاءالله کتاب یعنی که انشاءالله امیدوار هستیم که این فن خالی نیست از حقیقت و آمیخته به یگون شرک نیست. انشاءالله از خود اهل بدعت صوفی ها گرفتن علم قطعیاً منع است، ولی اگر اینها مردگی باشند و کتابشان فایده باشد برای اسلام و برای مسلمان ها و شخص مدرس عقیده و منهج سالم داشتگی باشد، انشاءالله درس گرفتن و درس کردن می شود. زیرا که اگر یگون کم و کم بوده که در کتاب این و آن صوفی یا که اهل بدعت یگون کم و کم بودی صادر شده باشد، خودی مدرس گویم یا که شیخ یا که مثال گیریم هم درس میدادگی، انشاءالله فهمانده خطاگیش گفته می رود. نه، این فن صرف است. فن صرف یکی از فنهای زبان عربی است، یعنی برای خاطر زبان عربی را آموختن لغت در کار می شود و صرف در کار است، حتمی است و نحو نیکی گذاشتیم و این نحو بود. اکنون این علم صرف است، خیلی هم آسان است انشاءالله، فقط از یاد کردن در کار است. مؤلف می فرماید بسم الله الرحمن الرحیم اعلم ان ابواب التصریف 35 بابا. بدان که بابهای صرف از 35 تا باب عبارتند. اعلم ان ابواب التصریف 35 بابا، یعنی بدان که بابهای صرف، یعنی صرف بابها دارد، از 35 تا باب عبارت است یا که عبارتند. اکنون می فرماید 6 منها للثلاثی المجرد. از همان 35 باب 6 باب را ثلاثی مجرد میگویم. فهمیده؟ از همین 35 باب 6 باب است که این 6 باب برای چی بوده است؟ للثلاثی المجرد، برای ثلاثی مجرد است. اینها نماشون از یاد میکنه، لیکن تفسیراشون شرحاشون میگویم. 6 باب از 35 باب برای ثلاثی مجرد بوده است. این 6 باب را نامش چی میگفتند؟ بابهای ثلاثی مجرد. اکنون ثلاثی چیست و مجردش چیست؟ ثلاثی گفته اگر فعل ماضی را، یعنی فعل زمانی گذشته را اهمیت دید، میبینید که از 3 حرف عبارت است، یعنی 3 حرفه، فعلهای 3 حرفه. بس برای چی المجرد میگویند؟ مجرد گفته معناش این است که در برابر 3 حرف اصلیش یگان حرفی زیادتی نیست. فهمیدید؟ ثلاثی گفته معناش چی بوده است؟ یعنی این فعلهایی که در 6 باب ما و شما میگذاریم، اینها فعلهای 3 حرفی بودند یا که 3 حرفه. برای خاطر آن مجرد میگویند که در برابر 3 حرفی اصلی، این کرینای میگویند اصلی، یگان حرفی زیادتی نیست. از همین خاطر اینها را چی میگویند؟ 6 بابی ثلاثی مجرد میگویند. از یاد نبرید، خیلی هم آسان است انشاءالله. اعلم ان ابواب التصریف 35 بابا
ستة منها للثلاثی المجرد، بدان که باب های صرف از 35 تا باب عبارتند، 6 تای از ویها برای ثلاثی مجرد است. الباب الاول، اکنون یکتا باب ها را میگذاریم. باب یکم یعنی باب یکم از 6 باب ثلاثی المجرد. فعل یفعل، فعل اینها وزن می باشن، وزن، فهمیدید؟ اینا را ترازو میگویم. فعل یفعل، فعل فعل ماضی است، یفعل فعل مضارع است. فعل ماضی فعل را میگویند که در زمانی گذشته شدگی کار دلالت میکنه. یفعل فعل مضارع است. فعل مضارع فعل را مینامند که در زمان آینده میشدگی یا که در زمان حاضره شده ایستادگی کار میگویند. فعل وی انجام داد، یفعل وی انجام میدهد یا که داده ایستاده است. فهمیدید؟ موزونه هم وزن این باب، یعنی آن فعل هایی که اکنون به این وزن باب یکم می آیند. برای مثال نصر ینصر، شما حرکت ها را اهمیت دهید. حرکت ها و سکون در کجا جایگیر شده است، همینا را اهمیت دهید. یک خیل به فعل یفعل آمده است. فعل یفعل، نصر ینصر. نصر فعل ماضی است به معنای وی نصرت داد. ینصر وی فعل مضارع است به معنای وی نصرت خواهد داد یا که نصرت داده ایستاده است، یعنی یاردم داد، یاردم میدهد. و علامته، اکنون علامتی باب یکم چیست؟ علامتی این باب، علامتی همین باب یکم از ثلاثی مجرد، ان یکون عین فعله مفتوحا فی الماضی و مضموما فی المضارع. انا یک از شما را پرسند که علامتی باب یکم چی خیل است که به طفیل این علامت یعنی این نشانه این باب را از باقی باب ها فرق کرده میتوانیم. میگوید که علامتی باب یکم از این عبارت است که ان یکونه، از این عبارت است که باید عین فعلش در ماضی یعنی در فعل ماضی فتحه دارد. عین فعلش در ماضی فتحه دارد. فعل، عین دیدید استادید؟ فعل این فعل ماضی است گفتیم، همو عین بینید فتحه دارد. بنابراین نصر باب چندم است گویند؟ میگید باب یکم میگوید. بعد گویند که از کجا شناخت؟ میگه از علامت. بعد پرسند که علامتش چیست؟ میگید که همون عین فعل بینید فتحه دارد در ماضی، نصر فعل است. و میگم که در اینجا عین در کجا است؟ میگید که برای خاطر عین این را فهمیدن اول باید که وزنش دانستن در کار است. وزنش نصر بر وزن فعل است. معلوم میشد است که همون عین فعل در ماضی در اینجا صاد بود است، نصر فعل فتحه دارد. و مضموما فی المضارع، همین عین با ضمه دارد در فعل مضارع. همین عین در فعل مضارع ضمه دارد. یفعلو، عین ضمعو، عین ضمعو ضمه دارد در مضارع. معلوم میشد است که ینصرو، ینصرو نمیشد است و ینصرو. اگر شما را پرسند که عین باب در ینصرو کدام حرف است؟ میگوید که صاد. از کجا فهمیدید؟ میگید که از وزن. از وزن. وزنش چیست؟ یفعلو. هم وزنش چی؟ ینصرو. و بناؤه للتعدیه غالبا و قد یکون لازمه. اکنون ساختی باب یک برای چیست؟ یعنی این باب یک را برای چی ساختیم؟ للتعدیه غالبا، یعنی بنای یا که بگیم ساختی باب یک برای فعلهای تعدیه بوده است، یعنی برای فعلهای مفعول طلب. برای فعلهای مفعول طلب غالبا، یعنی بسیار فعلهایی که در باب یکم می آیند و اینها را چی میگویند؟ فعلهای مفعول طلب.
یعنی پرکننده. و قد یکون لازمه، سوالی به میان می آید می شود که فعل های لازم هم باشند، یعنی فعل هایی که فقط فاعل دارن و مفعول ندارن، یعنی فاعل گفته انجام دهنده کار را میگوین. حال در مثالا با تکرار اینو میفهمونم، حاضر فقط هم خیلی فهمید شد. مثال المتعدی، مثال برای فعلی مفعول طلب، نحو گفته مانندی، نصر زید عمرا، نصر زید عمرا، نصرت داد، این فعل ماضی است. یاردم داد کی؟ زیدون، امی زیدون فاعل شده ایستاده است. فاعل آن کس و آن چی را میگویند که از همون کس، یعنی که کار و حادثه روی داده است. نصرت از کی روی داده است؟ همین یاردم دادن از کی روی داده است؟ از زید. معلوم میشه که به سوالهای کی یاردم داد؟ زیدون جواب میشود. زیدون فاعل شده است. اگر ما گوییم که نصر زیدون گفته سکوت کنیم، معنا پر نمیشود، زیرا که این فعلی مفعول طلب است، پر کننده نیست. نصرت داد زید، کرا نصرت داد. معلوم میشه که این فعلی که بود است که محتاج به مفعول بهی بود است، یعنی به پر کننده. امرن این مفعول بهی است. فهمیدید؟ نصر ینصر، نصر زید عمرا. و مثال اللازم، مثال برای فعل های لازم، اینا همش باب یکم فقط، یعنی که باب مثال میاره برای فعلی که لازم، فقط فعل فاعل میگوین و محتاج به مفعول نیست. برای مثال میگویند که نحو مانندی خرج زیدون، خرج فعل، زیدون فاعل. این مضارعش چخیل میشه؟ یخرجو. این هم همین باب است، فعل یفعلو، خرج یخرجو. فقط فرق بین خرج و نصر چیز گفته مانند میگه که نصر فعل متعدی است و خرج فعل لازم است. گویند که فعل متعدی چیه؟ میگه که فعل متعدی یعنی حال در آخر باز شرحش میتید، میگه که یعنی به فاعل معناش پر نمیشود، محتاج مفعول میشود. چخیلی که نصر گفتیم، زیدون گفتیم، به عمران گفتیم. اما فعل لازم باشد و این محتاج نیست، از روی معناش میفهمید که بعد فاعل دیگه یگون چی محتاج نیست. خرج زید برآمد، تمام. خرج فعل، زیدون فاعل. اکنون فعل متعدی چیست و فعل لازم چیست؟ همین گفتگی ما را به زبان عربی میگوید صاحب کتاب. والمتعدی هو ما يتجاوز فعل الفاعل الى المفعول به، یعنی متعدی فعل را مینامند که همون فعل تأثیرش از فاعل به مفعول بهی میگذرد. فعل تأثیرش از فاعل به مفعول بهی میگذرد. چه خیلی که نصر فعل است و تأثیر او از فاعل، یعنی فاعل در اینجا زید است، تأثیرش به عمران گذشت، این معلوم شده است که فعلی متعدی بوده است. واللازم هو ما لم يتجاوز فعل الفاعل الى المفعول به بل وقع في نفسه. فعل لازم و آن فعل را مینامند که تأثیر فعل از فاعل به مفعول به نمیگذرد بلکه در خودش میماند، یعنی در همون فاعل گپ تمام می شود. خرج زید، خرج فعل، زیدون فاعل است. این بود بارک الله فیکم یعنی درس امروزی ما از کتاب بناء الافعال. اعلم ان ابواب التصریف 35 بابا، 6 منها للثلاثي المجرد. الباب الاول فعل يفعل، موزونه نصر ينصر، وعلامته أن يكون عين فعله مفتوحا في الماضي ومضموما في المضارع، وبناؤه للتعدية غالبا وقد يكون لازما. مثال المتعدي النحو نصر زيد عمرا، ومثال اللازم النحو خرج زيد. والمتعدي هو ما يتجاوز فعل الفاعل إلى المفعول به، واللازم هو ما لم يتجاوز فعل الفاعل إلى المفعول به بل وقع في نفسه. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا، والحمد لله رب العالمين.